بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و احترام داریم خدمت آقا صاحب رهبر معظم ملت بزرگ ایران و رهبر همه فارسی زبانان جهان. من از دورترین نقطه ایران آمدم، از قله های هندوکش و از پنجشیر. میخواستم غزلی کوتاه بخوانم، اما چیزی را میخوانم که شایسته شرف حضرت عالی باشد و بیانگر دیدگاه تاجیکانه ما پنجشیری ها. گاه ما را رستم است و گاه ما را حیدر است. گاه ما را رستم است و گاه ما را حیدر است. هفت خوان قصه تاریخ یاران خیبر است. گاه ضحاک است این باطل زمان هم یزید. معنی لبیک گاهی پرچم آهنگر است. گاه ضحاک است این باطل زمان هم یزید. معنی لبیک گاهی پرچم آهنگر است. ای که از فرهنگ سرداری امامت یافتی، ای که از فرهنگ سرداری امامت یافتی. خطبه تاریخ ما این روزها از منبر است. مسجد دیروز اگر امروز مسجد گشته است، بانی یکتا پرستی این قدیمی خاور است. از رسالت سنت آزادگی دارد بیاد، در عجم نام علی همسنگ با پیغمبر است. جوهر آزادگی را از حسین آموختیم، کربلا از دیدگاه اهل ایمان سنگر است. آفرین. کوفه و بغداد و بابل عمق این جغرافیاست. زور ذوالقرنین دارد از نشان خنجر است. زابل و بلخ و بخارا و سمرقند و خجند ریشه اجدادی این قوم را راویگر است. وصل می جوید سرودم از نیستانگاه دل، رازهای همزبانی خود ز لون دیگر است. هر که نشناسد خدا را خلق گوید کافر است. هر که خود نشناسد از دیگر مرا کافرتر است. ما سخنگویان دعواهای کوچک نیستیم. ما سخنگویان دعواهای کوچک نیستیم. تا خیال سربداری های دیگر در سر است فر ما، فرهنگ ما در بایگانی جهان از قد تاریخ بعضی نوبنا بالاتر است. شعر ما پرچم به دست آرش حماسه ها، شرح ما در شمس و مولانای عرفان پرور است. موج میکوبد
موج میکوبد از این بحر و نمیتابد ز جا. کشتی عصر تمدن‌های ما با لنگر است سینه بو مسلم و راز دل یعقوب لیث. راوی فرهنگ خونین جامگان تا محشر است. از متاع زندگی جز سربلندی یاد نیست. سنت آبایی و شمشیر ما را در بر است. یک صدا می آید از اعماق دل آمین ما. بر مراد این و آن هرگز نگردد دین ما. روشنایی می جهد همواره از آیین ما. خشم دارد همچو شمشیر برهنه کین ما. نعره الله ما بر ضد باطل اکبر است. والله خوب بود. موضوعش بسیار خوبه. این وحدت ملت‌های فارسی زبان که مورد نظر شماست، این یکی از مهمترین مسائل امروز مجموعه این کشور هاست. اون دعوا توی یکی از ابیات اون دعوی اگر بکنید به زبان فارسی امروز نزدیکتره. ما اهل دعواهای کوچک نیستیم، هم چیزی دعویهای کوچک، یعنی در فارسی امروز دعوی رایج‌تر از دعواست. اینو خواستیم براتون. انشالله موفق